توی این ویدیو قراره با کلی اصطلاحات خفن بازی مافیا آشنا بشیم. سلام، من سعیدم و با بخش اول معرفی اصطلاحات بازی مافیا همراه من باشید. توی این ویدیو قراره تبدیل به یک بازیکن حرفه‌ای بازی مافیا بشیم. دیدین بعضیا تو بازی میگن تارگت، کلپس، فلانی داره کره میگیره، کاورش میکنم، آدز شهروندی روی این میذارم. خب حالا به مرحله کیاس رسیدیم و چیزایی شبیه به این که فکر میکنید وای من بازی مافیا رو نکنه بلد نیستم. توی این ویدیو قراره تمام این اصطلاحات و کلی اصطلاحات جالب دیگر رو یاد بگیریم. اولین اصطلاح تارگت زدن هست. تارگت زدن به معنای اتهام زدن به کسی هستش. اگه فکر میکنید که یک نفر مافیا هست میتونین تارگت و یا زن مافیاییتون رو به اون اعلام بکنید. به عنوان مثال بگید که شماره 2 تارگت من هست و هر کسی هم که حتی مافیا هست واسه ردگم کنی میتونه تارگت بزنه به افراد مختلف و حتی گاهی موقع‌ها هست که میشه یک مافیا به روی یار خودش تارگت و زن میزنه که ذهنها رو دور بکنه از این که ارتباطی بین این دو نفر وجود داره. یه اصطلاح دیگه هم هست به اسم تارگت کش. کسی که اصطلاحاً خیلی زیاد تارگت میخوره بهش میگن که این داره تارگت کش میشه و مظلوم واقع شده. و اصطلاح دیگه تارگت پراکنده هست. در مورد تارگت پراکنده به کسی میگن که معمولاً در ابتدای صحبت میاد شروع میکنه به صورت کاملاً پراکنده و یک نواخت. به عنوان مثال میگه شماره 2 5 8 تارگت های من هستند و این نشون میده که این شخص توجهی به اشخاص و صحبتاشون نداشته و صرفاً تارگت پراکنده زده. یک نشونه ای هست برای این که بتونیم بگیم اون شخص شاید مافیا باشه. اصطلاح بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ایزی تارگت هست. ایزی تارگت به کسی میگن که خیلی زیاد معمولاً تارگت میخوره. اون شخص یک شخصیه که قاعدتاً مظلومه، شاید اگر بهش تارگت بزنیم خیلی نمیتونه، توانایی زیادی نداره از خودش دفاع بکنه و اگر که افراد سعی کنن به اون شخص تارگت بزنن یه نفر باهوش ممکنه این وسط بگه که فلانی بازیکن ایزی تارگتی هستش و شمایی که دارید بهش تارگت میزنین نکنه که خودتون مافیا باشین. مورد بعدی اصطلاح سیو کردن که به معنای نجات دادن هم میشه. گاهی اوقات به این اصطلاح هیل و شفابخشی هم گفته میشه. این اصطلاح یعنی دکتر بازی در شبی که مافیا یه نفر واسه کشته شدن انتخاب میکنن یک نفر رو سعی میکنه نجات بده و اگر این نجات به درستی انجام بشه و کسی رو انتخاب کنه که منظور مافیا هم همون بوده اصطلاحاً میگن که دکتر اون شخص رو سیو کرده. این سیو کردن در مورد دکتر لکتر هم وجود داره که وظیفه اون اینه که مافیا رو در مقابل تیر تک تیرانداز یا حرفه‌ای نجات یا هیل بکنه. اصطلاح بعدی ترن یا نوبت هستش. ترن به معنای نوبت بازی هستش. به عنوان مثال من این مسئله رو بیان میکنم که من در ترن قبلی خودم فلان تارگت رو به شماره 2 زدم. گاهی یه نفر ممکنه اینو بگه که شما در ترن خودت به شماره 5 تارگت زدی اما این تارگت خودت رو مجددا پیگیری نکردی و چرا بهش رأی ندادی و چیزای شبیه به این. اصطلاح بعدی چالش هست. چالش گرفتن با نماد سی انگلیسی اظهار میشه و کسی که دوست داره بیشتر از ترن خودش صحبت کنه دادای شروع صحبت یک نفر دیگه میتونه از اون تقاضای چالش بکنه و اگر که گرداننده بازی تایید بکنه اون شخص میتونه پس از نوبت اون به صورت کوتاه یک صحبتی رو داشته باشه که معمولاً برای اینه که اگر یه نکته‌ای رو یادش اومد و یا در ابتدای روز که نوبتش هنوز نشده یک نکته خیلی با اهمیت رو می‌خواست بگه میتونه چالش بگیره و اون نکته رو به این صورت بیان بکنه. چالش از کلمه انگلیسی چالش اومده و
نماد اون هم حرف C انگلیسی هستش که از این کلمه ایجاد میشه. کلمه دیگه که میخوام در موردش صحبت کنم کلمه ساید هست. ساید کلمه انگلیسی هستش به معنای طرف و ما در بازی مافیا سایدهای مختلف داریم. به عنوان مثال شخص ممکنه بگه که من در ساید یا طرف شهروندی قرار دارم و ممکنه یک نفر بگه که احساس میکنم شماره 8 در ساید مافیا قرار داره. پس ما در بازی مافیا سایدهای شهروندی، مافیایی و حتی ممکنه ساید مستقل داشته باشیم. در بعضی از مواقع ممکنه به ساید مافیا ساید سیاه گفته بشه و به ساید شهروند ساید سفید هم گفته بشه. گاهی اوقات اگر که ساید کسی رو ندونن به صورت دقیق میتونن بگن که من فعلا نظری ندارم و ساید این شخص برای من خاکستری هست، یعنی نه سیاه و نه سفید. واژه بعدی واژه کلپس هستش. کلپس در انگلیسی به معنای فروپاشیه. اگر که یک نفر در بازی به دلیل اتهامات و تارگت های مختلفی که میخوره اصطلاحاً دست و پاشو گم بکنه و دچار یک فروپاشی بشه، این رو به کار میبرن که میگن من احساس میکنم که شماره 5 کلپس کرده و دچار یک کلپس شده و خودش رو باخته و این فروپاشی نشونه این هستش که پس حتما اون ظن مافیایی که روی اون داشتیم درست و به جا بوده. واژه بعدی واژه نوب هست. نوب به معنای کسیه که تازه کاره و خیلی هنوز بازی بلد نیست، تازه وارده و اصطلاحاً خیلی با چم و خم بازی آشنا نیست. این شخص رو میگن نوب هست و این اصطلاحیه که توی تمام بازی ها هستش، نه فقط مخصوص بازی مافیا. واژه بعدی هم که شبیه این واژه هستش واژه تبر هست. اگر به یک شخصی بگن فلانی تبره، به این معنا هستش که این شخص با اینکه شهرونده اما با حرفایی که داره میزنه داره سعی میکنه یک شهروند دیگر رو از بازی بیرون بندازه. در این مواقع این واژه از اینجا اومده که میگن این شخص با یک تبر افتاده به ریشه شهر و داره دستی میزنه این شهر رو نابود میکنه. پس تبر به یک شهروندی گفته میشه که علیه شهروندای دیگه داره اقداماتی رو انجام میده و اتهام زدن یک شهر به یک شهروند دیگر رو اصطلاحاً میگن تبر زدن. واژه بعدی واژه کره گرفتن هست. کره گرفتن به این معنا هستش که گاهی اوقات ممکنه یک مافیا از یک حرفی که اشتباه بوده و دقیق نبوده توسط یک شهروند دیگه زده شده سوء استفاده بکنه و پی همون حرف رو بگیره و همون حرف رو یک دلیل متقن قرار بده واسه این که یک شهر رو بندازه بیرون. در این صورت این اصطلاح رو به کار میبرن که میگن من حس میکنم شماره 1 داره از حرفی که من زدم یا فلانی زد کره میگیره و کره گرفتن وجه تسمیهش اینه که میگن فلانی داره از آب کره میگیره، یعنی از هیچی داره یه چیز بزرگ تولید میکنه و به بیان دیگه داره از کاه کوه میسازه. یه اصطلاح دیگه هم هستش که خیلی شبیه اون اصطلاح قبلی کره گرفتن به معنای موج سواری. موج سواری یعنی مافیا در هنگامی که مشاهده میکنه یک سری اتهامات بی‌پایه و اساسی روی شهروندا داره اتفاق میفته، خودش هم روی این موج اشتباهات از قصد سوار میشه و سعی میکنه که به این اتهامات بیشتر دامن بزنه و این تارگت ها رو اصطلاحاً شارژ بکنه در جهت اینکه به این موج سواری ها ادامه بده. در این صورت گاهی اوقات در بازی میگن که شماره 5 فرضاً یک موجی رو ایجاد کرد از تارگت ها و به چند نفر تارگت زد و من مشاهده کردم که شماره 6 هم دقیقاً پس از اون موج سواری رو ادامه داد و به بیان دیگه خوشحال شد از اون موجی که ایجاد شده و دوست داشت که این موج همچنان ادامه داشته باشه. این یک جورایی فکتی هستش برای اینکه اون کسی که موج سواری میکنه رو ما بفهمیم شاید مافیا باشه. واژه بعدی واژه کاور هست. کاور در انگلیسی به معنای پوشش هست و در صورتی که شما یک بازیکن رو
سعی کنید پوششش بدید و اون فرد رو از زیر اتهامات خارج بکنید و به بیان دیگه ساید اون شخص رو سفید اعلام بکنید، میگن که شما داری شماره 5 رو به عنوان مثال کاور میکنی. در بعضی از مواقع هم افراد به کسی که خیلی علاقه دارن میگن که فلانی کاور دلی من هستش، یعنی من حسم در مورد این شخص مثبت و حالاها فکر میکنم که این شهروند باشه، به خاطر اینکه با احساساتم فعلا دارم بازی میکنم و فکتی بر علیه اون شخص هنوز پیدا نمیکنم. در بازی سعی کنید کسی رو کاور کنید که حس میکنید خیلی شبیه شما داره بازی میکنه، هم فکر شما هست و همچنین اگر شهروندین از طریق مانند استعلام گرفتن مطمئن شده باشین که اون هم شهرونده. واژه مهم بعدی واژه فکت هست. فکت به انگلیسی معنای حقیقت و یک نکته درست هستش. در بازی وقتی که شما یک دلیل و نکته ای رو در مورد بازی میایید بیان میکنید و با اون دلیلی که بیان کردید سعی میکنید که یک نفر رو سفید یا سیاه اعلام بکنید، میگن که شما یک فکت رو اعلام کردید و فکت آوردید واسه مافیا بودن اون شخص. به عنوان مثال ممکنه شما بگید که من این شخص رو به فکت تارگت های پراکنده مافیا اعلام میکنم. ممکنه بیایید بگید که این شخص رو دیدم که به فلانی تارگت زد اما رأی نداد، پس به فکت رأی ندادن این شخص رو سیاه اعلام میکنم و موارد مختلف. هر دلیلی که در بازی بیارید این میشه یک فکت. در مورد فکت یک کلمه دیگه هم وجود داره به اسم آنتی فکت. آنتی فکت معنای ضد اون حقیقت هستش و در صورتی که یک نفر بر علیه فکتی که یک شخص میاره فکت دیگری رو بیاره که اون فکت رو اصطلاحاً باطل بکنه، این مسئله رو میگن آنتی فکت. واژه بعدی واژه پارو زدن هست. پارو زدن اصطلاحاً به مافیایی گفته میشه که توی یک شرایط خیلی خیلی بحرانی دریای موج‌آلود گرفتار شده و از هر طرف همه به اون شخص مشکوکن و اون داره انقدر پارو میزنه که خودش رو بتونه به یک ساحل امن برسونه. پس اگر مافیایی در یک شرایط بحرانی گرفتار شده، به تلاش اون واسه رفع اتهامات میگن پارو زدن. واژه بعدی واژه odds هستش. odds در انگلیسی معنای احتمال هست. اگر که شما بگید که من به فلانی odds شهروندی میدم، به این معنی هستش که من احتمال بیشتری میدم که اون شخص شهروند باشه. واژه جالب بعدی اصطلاح نون و ماست خوردن هستش. نون و ماست خوردن کنایه از کسیه که یک کنار نشسته و از دعوایی که ایجاد شده و بحث هایی که بقیه گرفتار شدن داره لذت میبره، هیچی هم نمیگه، دخالت نمیکنه و خودش رو کنار میکشه. ممکنه بیان یک کسی رو به این شکل متهم بکنن که تو داری نون و ماست میخوری یک کنار و فکر میکنیم که تو مافیا هستی که داری از شرایط لذت و استفاده میبری. اصطلاح بعدی اصطلاح گردن گرفتنه. گردن گرفتن در این صورته که اگر یک شخص در بازی به مافیا بودن یک نفر برسه، میتونه این رو به بقیه اعلام بکنه که اون شخص رو گردن میگیرم که این مافیا باشه. در واقع معنی گردن گرفتن اینه که هر اتفاقی که بعد از اون افتاد تقصیر من. به عنوان مثال اگر که اون شخص رو به بیرون انداختیم و فهمیدیم که اون شخص شهرونده، پس بیایید منو بیرون بندازید. بریم سراغ اصطلاح جالب نوار خالی پر کردن. نوار خالی به این معناست که اگر یک نفر در ترن صحبت خودش یک سری عبارت‌ها و کلمات عمومی رو بگه، به عنوان مثال بیاد بگی که خیلی خوب بچه‌ها بازی شروع شده، فکر می‌کنم که بهتره دست به دست هم بدیم، مافیا رو به بیرون هدایت بکنیم و مواردی رو بگی که هیچ فکت و نکته خاصی رو به بازی اضافه نمی‌کنه و کاملاً مواردی هستش که حس می‌کنیم واسه گذراندن زمان خودش هستش و چون نمیدونه چه حرفایی رو بزنه اون حرفا رو میزنه. اصطلاحاً میگن نوار خالی داره طرف پر میکنه. اگر که حس کردین یک شخصی داره نوار خالی پر میکنه، این ممکنه یک فکتی واسه مافیا بودن اون شخص باشه.
واژه مهم دیگه واژه کیاس هستش. کیاس از کلمه انگلیسی کیاس به معنای آشوب میاد و اصطلاحاً زمانی گفته میشه که بازی مافیا برسه به حالتی که 2 نفر شهروند و یک مافیا به انتهای کار رسیده باشن و در حالت دیگه هم ممکنه یک مستقل، یک شهروند و یک مافیا در انتهای کار رسیده باشن. حالت اولش اینه که اگر 2 شهروند و یک مافیا باشن باید این افراد با هم صحبت بکنن و 2 نفرشون به یک اجماع برسن که کدوم شخص رو فکر میکنن مافیا هستش. از اون جهت این اسم آشوب رو توی این لحظه گذاشتن که شرایط واقعا شرایط آشوبناک و بغرنجی هستش و انتخاب‌های شما توی اون لحظه سرنوشت کل بازی رو ممکنه رقم بزنه. بعضیا به کیاس مرحله دست دادن هم میگن و در اونجا 2 شهروند تصمیم میگیرن همدیگر رو شناسایی کنن و به هم دست، و اگر اون 2 نفری که به هم دست میدن شهروند باشن شهروند بازی رو میبره، اگر یک مافیا به یک شهروند دست داده باشه مافیا بازی رو میبره. این ویدیو رو بفرست واسه رفقای مافیا بازت. همچنین اگه دوست داشتی اصطلاحات جالب دیگه‌ای مثل کنسه، نقش دزدی، دک، دنده عقب، تیم آپ شیپ کردن یا پوش مافیایی رو یاد بگیری، ایران مافیا رو دنبال کن. ضمناً اگه دوست داشتی بازی مافیا رو به صورت آنلاین چه متنی و چه صوتی بازی کنی، بدون که بهترین های ایران توی بازی ایران مافیا جمع شدن. ایران مافیا رو میتونی از استورهای اندرویدی دانلود کنی و لذت ببری.